باید ذکر نمود که در جماعت دهات رگری شهر ترسونزاده عین حال 20695 نفر ساکنان زندگی می نمایند. جماعت دهات رگر دارای 11 دهه 8 جای جمعیتی، 13 مسجد 5 وقته و 2 مسجد جامع می باشد. رئیس جماعت دهات رگر معروف یعقوبوف بدون نواربرداری گفت که جایهای جمعیتی به پرگی فعالیت دارند و جوابگوی طلباتند. گفته‌های رئیس جماعت معروف یعقوبوف را قبول کردیم و برای شناسایی با همراهی سرمتخصص جماعت عبدالغنی موسایف از یک جای جمعیتی دیدن نمودیم که در آن هم بسته بود و برای باشندگان پیران دهه یگان شرایط مساعد فراهم آورده نشده است. باید در جای جمعیتی چای‌نوک و پیاله و تلویزیون همچنین دیگر تجهیزات ضروری نصب کرده میشد. افسوس فراغت کنندگان این را در شب خوابشان می‌بینند. مسئولین جماعت باشد در این سمت پروایی ندارند. در جماعت دهات رگر 8 تا جای جمعیتی هستند و اینا قریب همشون فعالیت میکنند. حجت گزارشون در مقامات اجرایی حکومت دولت شهر پیشنهاد کرده شده است. تشکر زیاد. شما میگفتید که من برای انمی جایهای جمعیتی برای سفربر شدن و جلب کردن ساکنان عموما شرایط مهیا کرده شده است. بله، شرایط اینا هر روزا مستفیده آمده خورده میشنه تلویزیون شبکه اول نشون میده، همش آنتنشون موندگی همشون شده. اینجا کدام دهه است؟ دهه شهر سبز است. اینجا برای چی در دهه شهر سبز در این جای جمعیتی یگان شرایط خوب نیست، تلویزیون نیست، عموما چای‌نوک و پیاله یگان شرایط مهیا کرده نیست؟ اینا همشون هستن. حاضر محکم کرده موندگی که سبب که حاضر وقت رمضان آماده شده نمیتوند میسفیدو چای خورده نمیتونه، برای هم محکم کرده موندگی. این روزای این ماهای زمستون یا تیرمو آماده میشن، حاضر وقت کشتی کار سر شدگی آدم وقت هم نداره. عموما انمی در 8 جایهای جمعیتی چند تاش رسما این فعالیت میکنه، چند تاش غیر رسمی؟ قریب 6 تاش رسما فعالیت میکند، 2 تاشون موقتی کار نمیکنند. عبدالغنی موسایف سرمتخصص جماعت بهانه پیش آورد و گفت که در ماه رمضان مردم اینجا نمی آیند و چیزهای لازمه را ما از اینجا شبانگاه می گیریم، زیرا دزدیدن آن از احتمال دور نیست. باید در جای جمعیتی شخصان مسئول از جانب جماعت وابسته می شدند، نه آنکه در آن با قلف‌های کلام بند کرده می شد. خلاص رئیس جماعت از مصاحبه با ما سرکشی کرد و گفت که من با همراهی رئیس خواجگی به سری پخته می روم. جای جمعیتی البته شده، مردم در اونجا رفته ششکه و شاماد بازی میکنند. با پرگی و موافقی مقصد فعالیت نکردن بعضی جایهای جمعیتی از مسئولین دهات فعالیت جدی را تقاضا میکند. هرچند که ما نتوانستیم از شرایط دیگر جایهای جمعیتی جماعت دهات رگر دیدن نماییم، ولی از دیدن چنین یک جای جمعیتی که در دهه شهر سبز این دهات جایگیر است خلاصه امان را برآوردیم. سببی به دیگر جایهای جمعیتی نرفتن ما این از مصاحبه دست کشیدن مسئولین دهات و با هر راه بهانه‌جویی آنها بود. خود قضاوت کنید. وقتی که نمایندگان دهات نسبت به وظیفه‌های خودشان بفرق میکنند، پس چگونه آنها رسالت خویش را نزد دولت خود اجرا می‌سازند؟ این سوال است که سری پاسخی آن باید خود کارمندان جماعت دهات رگر اندیشه نمایند. صابر جان سیدوف، ظفر حسنوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.